من باری اول در خانه مادرم پخته بودم. مادرم هم خیلی کلچه قلمه برای عروسا پخته چی میکنن تیار میکنن. من از همه یاد گرفتگیم. السلام علیکم. من نورالی و خیرنسا زاده شهر باختر. امروز من طرز تیار نمودن قلمه را به شما نشان میدم که این را در جشن و مراسم برای عروسا دامادا استفاده میبریم. من حاضر شما را نشان میدم. با ما لازم است آب، نمک می اندازیم، بعد الوه میکنیم آرد، میشوریم. من باری اول در خانه مادرم پخته بودم. مادرم هم خیلی کلچه قلمه برای عروسا پخته چی میکنن تیار میکنن. من از همه یاد گرفتگیم. خمیر ما آماده شد. ما ایره 15 دقیقه میمونیم دم خوره. بعد تنکده میپیچونیم، دیگه میپزیم. این خمیر ما آماده شد. ما حاضر این را تنک کرده به شما نشان میدیم. کمتر آرد میکنیم. تنکده از اولای ما آماده شد. ما این در روغن میریزیم که کمتر با مزه تر بیایه و ریزانک بیایه. این خیلی چه طاقه نمیشه پخته. ما برای امور روغن الوه میکنیم میشکیم. میرم خیمه پیچونی که درونش قوت بیایه. ما ایره باید 10-15 منوت دم میپرتویم که وقتی زواله را تنک کردید تنک شود. ما ایره تنک میکنیم در پشتی همی طبق تا روغن جوش شده. نه روغن جوش شد ما ایره در درون روغن میدوزیم. قلمه ما حاضر در مابین 10-15 منوت تیار میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. این قلمه ما آماده شد. ما از قلمه را گرفته به خانه عروس می رویم. در بالای کلچه میمونیم.